سلام خوشگلای من. امروز با یه استایل جدید از گلشیفته خانم فراهانی که تو جشنواره فیلم لوکارنو سوئیس شرکت کردن و ایشون برنده جایزه دیوید کامپری شدن. ایشون تو این جشنواره با یک اوورال بسیار زیبا، رنگ نارنجی که به چهره زیبای ایشون واقعا اومده و میبینین که پاچه‌های بسیار گشاد و قسمت بالاتنی ظریف که به ظرافت ایشون چند برابر اضافه کرده و رنگ نارنجی که رنگ سال هم هست واقعا بسیار زیبا و لایق ایشون هست. و تنها چیزی که میتونم در این استایل ایشون صحبت کنم اینه که بسیار زیبا شده و میتونم بگم الگانت دیده میشه. با یه برنامه دیگه در خدمتتون